سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشین. بچه بی مقدمه میرم سراغ تصاویر جالب امروز. خب بالای تصویر اول نوشته که من اگه وکیل شم، عالی جناب موکل من اگر گناهکار بود جان مادرش را قسم میخورد. این قشنگ خود منم. من اون لحظه به موکلم میگم که قسم بخور قاضی ببینه تو چقدر صادقی. بالای تصویر بعدی نوشته بعضی وقتا حس میکنم میا شاید یه تیکه از بهشته. اینو واقعا قبول دارم. میا در عین سادگی خیلی زیباست و همین باعث شده که برای همه ما محبوب باشه. خب بالای تصویر بعدی نوشته نفرتی که مامان جونم از تسو داره خود جمونگ نداره. میدونین جالب کجاست؟ فکر میکنم بیشتر از 100 بار تلویزیون ما جمونگو پخش کرده و در عین حال همچنان مخاطبای خاص خودشو داره. همچین ملت وفاداری داریم ما. خب بالای تصویر بعدی نوشته که وضعیت خیلیامون. من موقعی انتخاب رشته کردن من موقعی که میخوام یه تیشرت جدید بگیرم این واقعا درسته. یعنی فکر نمی کنم که هیچ کس بیشتر از من انتخاب رشته کردنش اینجوری باشه. همیشه دنبال چیزی بودم که بتونم دوستش داشته باشم، به همین خاطر خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدم. بالای تصویر بعدی نوشته که دندون عقل بچه کرده، کاش بودی و میدیدی. وای خدا، یعنی این تصویر خیلی درد داره. حالا تصور کنین این دیگه دندون عقلش داره خانواده‌ام تشکیل میده. این دیگه وخیم اوضاعش. خب داخل تصویر بعدی نوشته که پدر من با یونس و یوسفم احتمالاً یکم دیرتر میام، کلید دارم. پیغمبر دیگه ای نبود باهات بابا چقدر حاضر جواب بوده. بریم حالا کامنت های ملت رو بخونیم. یا ته چاه میرن یا شکم نه. یکی دیگه گفته که چقدر بابات راحت برخورد کرد، من اگه بهش گفته بودم باید همون یونس و یوسف منو به سرپرستی میگرفتن. یکی دیگه گفته با کشتی نوح میرن ددر. یکی دیگه گفته دارن میرن دنبال یعقوب که سوار ماشین زکریا بشن، برن خونه ایوب که فردا راه بیفتن برن شمال، به کشتی نوح برن ددر. از کجا میارین این حرفا رو آخه؟ خب بالای تصویر بعدی نوشته اینو ایتالیایی‌ها ببینن روابط دیپلماتیکشون رو با ایران قطع میکنن. چیه این؟ پیتزای قرمه سبزیه؟ مگه داریم همچین چیزی؟ من جواب معده‌مو چی بدم؟ آقا یه سوال، پیتزای خورش قیمم داریم؟ اینو حتما من باید امتحان کنم ببینم چجوری. احساس میکنم یه مزه خیلی خاصی باید داشته باشه. خب بالای تصویر بعدی نوشته این پسره تو مدرسه هی میگفته دایم سوپرمنه، هم کلاسیاش باور نمیکردن و مسخرش میکردن. آخرش میره به مامانش میگه و مامان هم یه تماس باهاش میگیره و هماهنگ میکنه که فردا بچه رو داییش برسونه مدرسه. هنری کویل هم که از خداشه. خدایا. ولی تا جایی که من یادمه هنری کویل خواهر نداشت، فقط چند تا برادر داشت. فکر کنم اینجا اشتباه ترجمه کرده، منظورش عمو بوده. ولی خیلی جالبه. خب بالای تصویر بعدی نوشته که به خدا بعضیا مریضن. چرا اینجوریه این؟ وای من سرم درد میگیره یه ذره بهش خیره میشم. مغزم اینجوریه که میخواد این لوستر رو بیاره وسط دایره نمیتونه و انگار یکی داره با ناخون روی روحم چنگ میندازه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. فعلا خدا نگهدار.